کاش که به جای اشرف غنی امام علی رحمان رئیس جمهور افغانستان می بود و امروز نامش گرفته می شد، به نیکویی و برش افتخار می کردیم. برنامه شبنم جان ثریا و آریانا جان سعید را دیدم، در جایی که شبنم ثریا نام از امام علی رحمان پیشوای تاجک ها میبره و افتخار میکنه برش. آریانا جان سعید هنرمند افغان بسیار به نیکویی یاد کرد امام علی رحمان را و نام از او زمانی یاد شد که آریانا جان نسبت به بیمهری افغان ها در برابر هنر و موسیقی یاد کرد. در مورد چالش هایی که زنان روبرو هستند او مورد یاد کرد و عین سوال را مصطفی عزیزیار از شبنم ثریا پرسید. شبنم ثریا بسیار با افتخار در مورد روشنفکری مردمان سرزمینش حرف زد و در اینجا نام از یک پیشوای بسیار عزیز و دوست داشتنی به نام امام علی رحمان نامش گرفته شد و آریانا جان سعیدم وقتی از او یاد کرد من احساس کمبودی کردم. عزیزان میدانین من ناخودآگاه به این فکر بودم که الان نام پیشوای افغان ها محمد اشرف غنی احمد زهیر نامش میگیره آریانا جان. دقیقاً که آقای غنی در دورانی که رئیس جمهور بود در قسمتی که ضد ملا و ضد مدرسه و مسجد و ضد قاری و ضد افراطیت بود، مردم ها روشنفکرها دوستش داشتن آقای غنی را. اما من واقعا احساس کمبودی کردم که ما کسی را نداشتیم که آریانا جان نامش بگیره و ما با نام از او ببالیم. متاسفانه گفتم ای کاش کسی به نام امام علی رحمان اف می داشتیم و رئیس جمهور افغانستان می بود و از افتخارات افغانستان حفاظت می کرد و امروز آریانا جان کم نمی آمد پیش شبنم و من کم نمی آمدم، احساس حقارت نمی کردم. بر صورتش آریانا سعید هنرمندی است که در میان از کشور ظهور کرده که او سرزمین یا افغانستان در جهان در قسمت قاری و ملا مقام اول را داره. افغانستان کشوری است که میتونه به تمام کشورهای دنیا قاری و ملا صادر بکنه. حتی میتونه به ایران، پاکستان، بنگلادش، سوریه، امارات، عربستان قاری و ملا صادر بکنه و کمبود امامان مسجد و مؤذن ها را افغانستان میتونه پر بکنه. این افتخار کلان بر افغانستان است. آریانا سعید از چنین جامعه‌ای ظهور کرده، از بستر مرگبار و دردناک برای روشنگری و روشنفکری افغانستان ظهور کرده. آریانا سعید واقعا یک قهرمان است در جامعه‌ای که اکثریت مردمش طرفدار ملا و مولوی است و امام علی رحمان که به نامش امروز حتی آریانا سعید افتخار کرد رئیس جمهور و پیشوای کشوری است که شدیداً ضد ملا و مولوی و قاری و آخوند است و هیچ افتخار تاجکستان در قسمت ملا و مولوی نداره، اما افغانستان داره افتخار را. افغانستان که پیشتر گفتم میتونه قاری ها و ملاهای تمام دنیا را تمویل بکنه. من میخوایم از شما بپرسم که آیا هنرمند قابل افتخار است برای یک ملت یا قاری و ملا و مولوی؟ شما در دو طرف قرار بتین، آریانا سعید و یک مولوی را. آریانا سعید میخوانه، میرقصه، ما را به رقص میاره، به خوشی میاره، ذهن ما را آرام میکنه و از طرف دیگه ملا و مولوی را داریم که ملا و مولوی هم از یاد نبریم که رفیق روزهای بد ماست. بعد از مرگ ما ملا و مولوی به درد میخوره. ملا و مولوی چی میکنه؟ وقتی که ما مردیم جنازه ما و میت ما مربوط از او میشه. اگه او نباشه ما چی میشیم؟ جنازه ما چی میشه؟ بعد از مرگ ما ملا و در زندگی ما هنرمند. شما کدامش دوست دارین؟ ملا یا مولوی؟ افغانستان با ملا حسن یا تاجکستان با امام علی رحمان کدامش زیباست؟